بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله و صلات و سلام علی رسول الله. دوستای گرامی، همگی یاد دارید که ما حلقه چند درباره شهادت حسین ابن علی رضی الله تعالی عنه کرده بودیم. یکی از دوستان در فضای مجازی سوال دادن که معناش این است که گویا که این کاری که صحابه کردن، اون جنگ هایی که بین اونها شد، این یک نمود طعن به عدالت اونها هست و به همین معنا. یعنی لیکن این چنین پرسان شدن که آیا در این جنگ ها، در این فتنه هایی که بین اونها شده گذشت، کی بر حق بود؟ البته مذهب سنت و جماعت این است که علی رضی الله عنه و آنانی که همراه علی بن ابی طالب بودند، اونها در صواب بودند، در درستی بودند، اونها در حق بودند و در حقیقت بودند و غیر اونها، چه اونهایی که در بصره رفته بودند، طلحه و زبیر رضی الله عنه، و یا اینکه خیلی گفتن در جنگ صفین معاویه بن ابی سفیان، اینها در خطاگی بودند. این از مذهب اهل سنت و جماعت، این یگان جوی پنهانی ندارد، تمام علما این اعتقاد رو دارند. اما سبب این جنگ ها چی شده بود؟ ما که اصلا تاریخچه رو نقل کردیم پیش از مقتل یا اینکه شهادت امام حسین رضی الله عنه، بنابراین من اینجا این سوال ها پیدا شد از بعضی دوستان مجازی. علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه نظر داشتند که آنهایی که عثمان را کشتند، همینایی که عثمان را کشتند، انسان‌های زیادی هستند، از قفای اونها قبیله های می ایستند، بدون که حالا انسان ها نامسلمان بودند و قصاص گرفتن در این حال که حالا دولت مستحکم داشته، از ارکان دولت مستحکم نیست، این به یک جنگ شهروندی شاید دور و درازی خواهد بود. بنابراین میگفتن که باید ما از اول ارکان دولت مستحکم کنیم، بعد از آنها قصاص کنیم. اما طلحه و زبیر رضی الله عنه و از یک طرف معاویه بن ابی سفیان، اونها میگفتن که باید همین حالا از اونها قصاص گرفته شود تا اینکه دولت هیبت خودش را نسبت اونها نشان دهد و آینده کسی جرأتی کشتن خلیفه نکنه. یعنی که اگر ببینیم جوهر اختلاف بین اونها همین است که همین انسانی که عثمان را کشتند همین حال حاضر کشته شوند، یا اینکه بعد از ارکان و پایه های دولت مستحکم شده نشه. خیلی گفتیم علی بن ابی طالب میگفتن که بعد از مستحکم شدن دولت و پایه های دولت، اما طلحه و زبیر رضی الله عنه و معاویه بن ابی سفیان اون نظر داشتن که باید همه حالا گرفته شود تا اینکه خیلی گفتیم هیبت دولت از دست نرود. ابن حزم میگه که علی بن ابی طالب با معاویه جنگ کرد به سبب اینکه معاویه یعنی دستوری حاکم عالی را، اینکه خلیفه را اجرا نکرد، بنابراین علی بن ابی طالب علیه جنگ کردن و خود معاویه هیچ خودش رو برابر علی نمیدونید و در فضل اونم خودش از علی کوچکتر میدونید، چرا که در روایت دست میگه لا والله انی لا اعلم ان علیا افضل منی، و خدا میدونم که علی از من بالاتر است و احق بالامر، سزاوارتر به خلافت است. لیکن آخه من گفت خیش عثمان هستم، من ولی دم عثمان هستم، چون که بزرگی بنی امیه کی بود، میگه که من باید که خون عثمان رو طلب کنم. میگه که رو علی گوید همین قاتل عثمان رو گذارد، من خودم مسئله‌اش رو میبینم، بعد میایم به علی بیعت میکنم. یعنی که گوید که میگه که اول باید کشته شوند، بعد من بیعت میکنم. البته این نظری معاویه، این اجتهاد معاویه اجتهاد خطا بود. انا اکثر صحابه‌ای که در اون زمان بودن خطاکار میدونستن، ببین بر احادیثی که از پیامبر اومده است، پیامبر علیه السلام در همه حدیثی که درباره همین فتنه هایی که آینده میشد نقل کرده بودن، میگن که یک گروه میاد که خوارج را نابود میکنه و اون گروه در حق است، یا نزدیکترین گروهی بر حق است، اول الطائفتین بالحق. این معلوم شد که علی در حق بود و حقیقت بود. بعضی میخوان چنان جلوه دادن که گویا که جنگ بین علی و معاویه یا نبردی که بین اونها شده است، گویا که یک خلیفه با خلیفه جنگ میکنه. این طور نیست. یک جنگ خلیفه مسلمین با یک گویا که والی یک ولایت که نه جنبه های سیاسی داشت، بلکه یک جنبه اجتماعی میخواست که همون قصاص خودش را، قصاص خیش خودش را گیرد. البته این از جهت فقهی هم فکر نادرست است. باید که اگر هر انسان آید و دعوا کنه که من قصاص خیش رو خودم میگیرم، در دولت یک بلبله ایجاد میشود، یک ناانتظامی پیدا میشود. یعنی قصاص گرفتن و حکم را تطبیق کردن و حکم محکمه را تطبیق کردن این وظیفه سلطان است، وظیفه حاکمی شرعی هست. خب تو همین جنگ که شد از علی بن ابی طالب پرسیدن، خیلی که در ابو داود اومده است، میگن که
اخبرنا عن مسیرک هذا عهد عهده الیک رسول الله صلی الله علیه وسلم ام رأی رأیته. این صحابه پرسیدن که فهمن که آیا با علی برآمدن واجب است یا نیست، آیا علی این کاری که میکند این یک پیمان از پیامبر است که به علی کرده بودن یا اینکه این فکر علی هست، اجتهاد علی هست. علی بن ابی طالب گفت که ما عهد الی رسول الله صلی الله علیه وسلم شیئا ولکن رأیته. یک فکر از اجتهاد است که من به اون رسیدم. این روایت در صحیح در سنن ابو داود آمده است. یعنی بس چی میگم که یک اجتهاد است. از طرفهای زمانه این است که عقیل بن ابی طالب برادر کلانی علی همراه معاویه ضد برادرش علی بود که این السنن المطهره و التحدیات استاد نورالدین عطر ذکر کرده است. این هم از عجایبات است. خلاصه در این فتنه هر چی شد از اجتهاد بود. اجتهاد علی بن ابی طالب که اجتهادی حق بود و راست بود و صواب بود و درست بود و اجتهاد معاویه و طلحه و زبیر که اجتهاد آنها اجتهادی خطا بود. این نظر اهل سنت و جماعت است. یه زیبایی هست اینجا دوستان، بین صحابه اختلاف شد لیکن این به اون برده نرسوند که آنها در روایت های پیامبر صلی الله علیه و سلم اون روایتی که میگویند از پیامبر تاثیر کنند. یگان تاثیر نگذاشتند اونها. اینا تا علمای بزرگ زیدیه و صنعانی و اینچنین یمانی اونها نقل کردن. برادر عزیز، ما از اونها برای شما یک چند چیزا رو قرائت میکنم از اون چیزی که امام محمد بن الوزیر یمانی آورده است. میگه که پیگیری کردم میگه روایت های معاویه بن ابی سفیان و عمرو بن عاص و مغیره بن شعبه اون صحابه‌ای که در این مسئله آمیخته شدن در این مسئله جنگ داخلی. بعد اون میگه که یگان روایت ندیدم که برای همین خروج خود، برای همین که نظری خود رو دفاع کردن، اونها یگان حدیث جعلی کرده باشن، از خودشون بافته برآورده باشن. یا اینکه یک امام دیگری زیدیه محمد بن اسماعیل بن امیر صنعانی در کتاب توضیح الافکار این مسئله رو خیلی عجیب میگه که اگر سخت‌ترین انسانی که در حقش طعن زیاد شده در همین فتنه ها معاویه بن ابی سفیان است، یعنی که در حقش بسیار گفته است. محمد بن وزیر یمانی میگه که در کتاب‌های همین ششگانه اهل سنت و جماعت میگه که من 30 تا حدیث از معاویه دیدم. میگه بعد از تتبع و پیگیری کردن روایت ها میگه که فهذه عامة احاديث معاوية التي هي صريحة في الأحكام أو يستنبط منها حكم وهي موافقة لمذهب الشيعة والفقهاء وليس فيها ما لم يذهب إليه جماهير العلماء. یعنی که میگه که من همین 30 حدیثی که دیدم میگه حدیث‌های بسیار حدیث‌های احکامی بود، یعنی که از اون حدیث یک اون چیز استنباط کردن ممکن است و تا دیدم که بعضی موافق مذهبی شیعه هست، میگه بعضیش موافق به مذهبی شیعه و فقها هست. بعد از اون باز علاوه کرده میگه که وهذا دلیل على صدق اهل ذلك العصر وعدم انحطاطهم الى مرتبه الكذابين. یعنی اونها به درجه صادق و راستگو بودن که با دروغگویی دست نزدن، میگه با اینکه بینشون اختلاف ها بود. یگان حدیث معاویه در مذمت علی نآورده است، با وجود که بینشون خیلی گفتم اختلاف بود، جنگ شد، خونریزی شد، لیکن حدیث نآورده است که علی فلان و بسمدان باشه و نه حدیث به فایده عثمان مثلا جعلی کرده بافته باشند و عثمان این بود و اون بود. هیچ یگان بافتگی چیزی نداره، در حالی که میتونست که برای خاطر عسکری خودش باز به جنگ آماده تر کردن میتونست که در حق عثمان فضیلت‌های زیاد برد و در حق علی مثلا حدیث‌های بافته برد، لیکن این کار نکردن اونها، چون که اونها صاحب عدل بودن، عدالت بودن، از دروغ پرهیز میکردن. نه در حال علی زنده بودنش و نه در بعد از وفات علی بن ابی طالب. یگان چیزه، یگان حدیث نیست. یگان صحابه‌ای که در که معسکری معاویه بود در حق علی یگان حدیث نبافته است. این دلیل برام کرد که عدالت اونها جاری هست و عدالت اونها خدشه‌دار نشده است، با وجود اینکه اینقدر اختلاف بین اونها شده است. بنابراین میگه که ببینیم که عبدالله بن عباس، ابی سعید خدری، عبدالله بن زبیر، سعید بن مسیب، ابو سلمه عبدالرحمن، عروة بن الزبیر، سالم بن عبدالله
محمد ابن سیرین و غیر از صحابه های که خرد و تابعین های بزرگ از معاویه ابن ابی سفیان روایت کردن که همه اینها دلالت بر آن میکنه که اونها معاویه را در روایت عادل میدونستند و طبق همون قاعده اهل سنت و جماعت همه صحابه ها با تعدیل الله تعالی، یعنی که تعدیل معنی عادل شماریدن الله و عادل شماریدن رسول الله، اونها را عدالت پیشه شماریده میشوند. این بزرگترین علمای ما این از معاویه ابن ابی سفیان اینقدر حدیث ها روایت کردند. خب حتی محمد ابن سیرین میگه که حاجت الفتنه اصحاب رسول الله 10,000، یعنی وقتی که همین فتنه شد صحابه پیامبر 10,000 یا زیادتر از 10,000 بودن، زنده بودن. یکی میگه که حضر منهم 100 بل لم یبلغوا 30، یعنی اونهایی که در همین جنگ اشتراک کردن، خب از طرف علی بن ابی طالب رضی الله عنه، خب از طرف معاویه و طلحه بن زبیر رضی الله عنه، میگه که 30 نفر بودن، از 30 تا 100 برابر دیگه. این سخن مورخ ها هست. یعنی همه اینو دلالت بر اون میکنه که صحابه ها رضی الله تعالی عنهم انسانایی بودن که عدالت رو همیشه رعایت میکردن. ما دیدیم که عدالت اونها رو بیان کرد و الله پیامبر الله محمد صلی الله علیه و آله بیان کردن. اگر اونها هم بیان نمیکردن، ما باید که اگر حیات و زندگی نامه اونها رو وقتی ببینیم باید به عدالت پیشه بدون اونها باور داشته باشیم، باید اونها عدالت پیشه بپنداریم، چرا که اونها جون فدایی کردن، جهاد کردن، هجرت کردن، پیامبر دستگیری کردن، برای این را شکنجه شدن، بعد از وفات پیامبر در فتوحات اشتراک کردن. یعنی در یک زمانی کوتاه توانستند که اکثری سرزمین‌های امپری فارس و امپری ویزانته در زمان خلفای راشدین رضی الله عنهم فتح شده است. خود همین علیه دلالت بر آن می‌کند که آنها انسان‌های عادل بودند و انسان‌هایی بودند که دین برای آنها چیزی مهمترین بود.